امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده اولی قوه‌های مسلح گرینری ارتش محترم ایومالی رحمون در دایره سفر کاری به ناحیه فرخاری ولایت ختلان نخست دیدبانگاه سرحدی کوکول را به استفاده دادند. در دیدبانگاه سرحدی شرایط درجه بلندترین خدمت، تعلیم، استقامت، نگهداری تکنیک و دیگر امکانات ضروری فراهم آورده شده است. سرفرمانده اولی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم ایومالی رحمون توسط تجهیزات ویدیویی آنلاینی دیدبانگاه‌های سرحدی را در ناحیه‌های لخش، شمس‌الدین شاهینی ولایت ختلان، ناحیه‌های روشان، اشکاشیم، مرغاب و شهر خاروق ولایت مختار کوهستانی بدخشان به استفاده سپردند. در مجموع در این روز در سرحد جمهوری تاجیکستان 24 دیدبانگاه سرحدی و 96 منزل استقامتی برای افسران به استفاده داده شد که در نتیجه برای 1450 نفر افسران و سربازان شرایط ارزنده و شایسته خدمت و زیست مهیا کرده شد. سرور دولت یادآور شدند که سال 2023 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت ساختمان دیدبانگاه‌های زمانوی، مجهزگردانی و بنیاد و به استفاده دادن منزل‌های استقامتی برای افسران تدبیرهای ضروری عملی گردانیده شد. از ماه سپتامبر سال 2022 در جمهوری تاجیکستان در اساس سپارش رهبری دولت بنیادی 78 انشاءات نوی سرحدی آغاز گردید و همه آن پورا در مهلت کوتاه مطابق با طلبات حربی با صفت بلند به استفاده داده شد. پیشوای معظم ملت محترم ایومالی رحمون برای بنیاد انشاءات سرحدی، مجهزگردانی، مستحکم کردن زمینه مادی و تکنیکی و فراهم آوردن شرایط زمانوی خدمت اظهار منتداری نموده تاکید کردند که روند بهسازی شرایط خدمت در قشون‌های سرحدی ادامه داده می شود. سال 2024 که از تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان 30 سال پر می شود، علاوه 12 دیدبانگاه سرحدی ساخته به استفاده داده شده در تمام خطهای سرحدی دولتی مطابق به طلبات ضروری شرایط زمانوی برای افسران و سربازان جهت محافظت تاجیکستان صاحب استقلال فراهم آورده می شود. دوست داشتن وطن، دولت و ملت هدف اساسی هر یک فرد وطن دوست بوده. مرز دولتی از جمله مقدسات ملی برای سربازان و افسران به حساب می رود و هر وجه مرز مقدس را با صداقت و متانت بلند حمایت می کنند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم ایومالی رحمون در هر یک برآمد و سخنرانی هایشان بهتر کردن زمینه مادی تکنیکی قوه‌های مسلح مملکت و بلند برداشتن اقتدار مدافعوی را یکی از وظیفه‌های اساسی دولت ارزیابی کرده افسران و سربازان دلیر و شجاع وطن را برای حمایت مرز و بوم دولتی وظیفه دار می کنند.